دوستان خطلان یک بلبل خوشخانه با امین گلنورا بانو مرحمت مهربانی از شما و گلنورا بانوی سیدعلی پروینه بانوی نورزاد ما را باز هم خوشروتر و خوبتر برای شما دوستان عزیز معرفی می نماید. زنده باشید. ای دوست تو را خاطری مسرور مبارک مهمانی سعادت قدم و صلح مبارک در خانه آبادی تو ای جانی برادر بینهاده قدم دولت پرزور مبارک بادو به تو این آیله در این وطن شاد چون باغ پر از میوه و انگار مبارک. سلام عرض میکنیم به همه شما مهمانان عزیز، حاضرین گرامی، عروس و داماد مهربان و باری جان دوست عزیزم، پیش از همه شما را تبریک میگویم به این شب جمشیدی که امروز قرض پدری را ادا میکنید و بگذار چه آرزو و هوس در دل داشته باشد عملی بگردد و در سیمای شما جگربندتان انوشیروان را تبریک میگویم. بگذار انوشیروان تبریک که قدم های نخستین خود را به زینه زندگی میگذاری و بگذار این گلعروس یک عمر در این خاندان خدمت پدر و مادر کند و با این عروس گفتنی هستم که برایت بخت میخواهم، برایت بخت میخواهم که خوشبختی جهان باشی، همه مهمان در این خانه ولی تو عمر باد باشی. به هر دوی شما خوشبختی آرزومندم، خوشپیر شوید و گفتنی هستم شما دو شاخ گل دو نمیهانید، شما دو قطره آبی زلالید. از این وقت و از این ساعت از این سان برای یکدیگر حق و حلالید یک افکوبی به خاطر این دو نوجوان زنده باشد. بار دیگر تویتان مبارک شود. تنها گفتنم ماند امروز در خدمت بایخان یکی از آوازخوانان